گرانمایه جمشید فرزندی اوی، کمر بسته و دل پر از پندی اوی. برآمد بر آن تخت فرخ پدر، بر رسم کیان بر سرش تاج زر. کمر بست با فر شاهنشهی، جهان سر به سر گشته او را رهی. درود بینندگان عزیز، مصرعهایی که الان قرائت نمودیم البته از داستان جمشید، اساسگذار جشن نوروز، از اثر بیزوال شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی برای شما پیشنهاد گردید. بسیار رمزی است که در زیر پایه کتاب شاهنامه که رمزی در مرکز شهر بستان ولایت سوخت سازمان گردید عملی ضروری است و می سزد که در این روز از گرامی داشت و در حاشیه جشن نوروزی بین المللی از قرائت شعر و داستانها و مصرعهای ماندگار اثر بی‌بها شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی برایتان پیشنهاد نموده باشیم. با این مقصد گروه ایجادی عزم نمودیم که در همین دایره با فعالان، اشتراکچیان آزمون‌های جمهوریوی خاصه، غالبان و اشتراکچیان آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است با شما در ارتباط باشیم. چنین محفلی باشکوه که یکی از اقدام‌های نجیب است و در حاشیه عملی نمودن نشر کتاب ماندگار شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی این عمل صورت گرفت. معلومات می‌دادید. قبلا اطلاع داشتیم که در همین موضع کتاب تاجیکان علامه باباجان غفوروف گذاشته شده بود و بسیار رمزی است و اقدام خوش و خوشایند است، آموزنده است که در مرکز شهر بستان این کتاب همچون یک رمز خودشناسی، اصالت، خیرتگستری پای بر افراخته است. مرحمت. درود به بینندگان گرامی. کمینه راهبری محفل پاسداران و دوستداران زبان دولتی در شهر بوستان هستم. در اینجا فعالان، اعضایان بهترین محفل را سرجم نمودیم که با مقصد بلند برداشتن هویت ملی، تربیه غایه‌های خویشتن شناسی و جلب شاگردان ما به چاره‌بینی‌های بیرون از صنفی در اینجا فعالان اشتراک کردند. همزمان برای زمینه‌گذاری و غالب آمدن در آزمون‌های جمهوریوی که امروز در قلمرو کشور در سطح جمهوریوی راه‌اندازی می‌گردد، آنها خیلی آمادگی جدی می‌بینند. بله، در حقیقت همین طور است. دیروز که بود که در نزد انمین مرکز شهرمان، شهر بوستان، کتابی علامه باباجان غفوروف گذاشته شدگی بود. امروز که خیلی رمزی است که شاهنامه بیزوال حکیم ابوالقاسم فردوسی که پر از پند و حکمت است که طور میگویند بناهای آباد گردند خراب، زیباران و استابیش و آفتاب، پیافکندم از نظم کاخ بلند که از باد و باران نیابد گزند. نمیرم از این پس که من زنده‌ام که تخمی سخن را پراکندم. بسیار رمزی است که در سر سال ما امروز تصمیم گرفتیم که اقدام عالی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را در عمل تطبیق میکنیم و زنده یاد بودن شاه اثر بیزوال حکیم فردوسی را بار دیگر ثابت نمودیم و البته که این یکی از زمینه‌های مهم و سیاسی که امروز جوانان ما، شاگردان ما با یک آمادگی جدی و برای اشتراک من بعد در آزمون‌های جمهوریوی آمادگی می‌بینند و ما خیلی انتظاریم که در سطح جمهوری آزمون جمهوریوی شاهنامه خوانی نیز صورت می‌گیرد و از این باید تذکر داد که در مؤسسه‌های تعلیمی شهر نقشه چاره‌بینی‌های علاهیده وابسته به دایر نمودن محفل‌های شاهنامه خوانی، رودکی خوانی، مولوی خوانی، حافظ خوانی دایر می‌گردند منتظم. اینجا جوانان و غالبان آزمون‌های جمهوریوی اشتراک دارند. دوستداران ادبیات، کلام ناب و شعر و زبان ناب تاجیکی. من فکر میکنم که پاره ها این دم از
داستان‌های بی‌زوالی شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی منظور شما می‌گردد. اینک دوستان مرامت از جانب گروه جوانان خوانندگان فعال مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی کسبی شهر بوستان پاره‌ها از شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی منظور شماست. قادر و سمیه هستم، خواننده صنف ششم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 10 در شهر بوستان ولایت سوخت. همچنین غالب آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است. از روی نامیناسیون ادبیات معاصر تاجیک در سال 2023. آغاز کتاب: به نام خداوند جان و خیرت که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند رزیده و رهنمای، خداوند کیهان و گردان سپیر، فروزنده ماه و ناهید و مهر. ز نام و نشان گمان برتر است، نگارنده برشده گوهر است. ببینندگان آفریننده را، نبینی مرنجان دو بیننده را. تشکر. شما چی نام دارید؟ قادر و اهدیه هستم، خواننده صنف چهارم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 10 در شهر بوستان. شما چند مصرع از کدام داستان از خود ازبر کردید؟ زیاده از 200 بیت داستان ازبر نموده. نیابد بدو نیست اندیشه را، که او برتر از نام و از جایگاه. سخن هرچی زین گوهران بگذرد، نیابد بدو را جان و خیرت. خیرت گر سخن برگزیند همه، همان را گزیند که بیند همه. ستودن نداند کسی را چو هست، میان بندگی را ببایدت بست. چو خورشید تابان میان هوا، نشسته بدو شاه فرمان روا. جهان انجمن شد بری تخت اوی، فرو مانده از فره بخت اوی. به جمشید بر گوهر افشاندند، مران روز را روزی نو خواندند. سری سال نو هرمزی فرودین، برآسوده از رنج تن دل ز کین. بزرگان به شادی بیاراستند، می و جام و رامشگران خواستند. چنین روزی فرخ از آن روزگار، بیمانده از آن خسروان یادگار. زی رنج و زی بدشان نبود آگهی، میان بسته دیوان بسانی رهی. با تشبث پیشوای معظم ملت اساسگزار صلح و وحدت ملی محترم امام علی رحمان شاهنامه خوانی جریان دارد. از سال 2024 اینجاری مجله پیام سوخت تصمیم گرفت در محفل همایون بخش شاهنامه خوانی تشکیل کند. در همین محفل شاگرد من با از یاد کردن زیاده از 1000 بیت 2 مراتبه سزاوار شاه جایزه گشت. بسیار خوب است. الان شاگرد شما اینجا حضور دارند؟ بله، شاگرد محمود و صفیه خواننده صنف 3. یک کفکوبی. صفیه بانو، شما درباره خود کمی معلومات دهید. کمینه محمود و صفیه، خواننده صنف 3 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 10 به نام پروفسور کریم عبدالله شهر بوستان. همزمان غالب در جمهوریوی آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است. از روی نامیناسیون ادبیات معاصر تاجیک سزاوار جای دوم گردیدم. اینچنین در محفل همایون در بخش شاهنامه خوانی سزاوار شاه جایزه و تحفه های پولی و مالی گردیدم. شما امروز چند مصرع شاهنامه را ازبر کردید؟ از کدام داستان ها در مجموع؟ زیاده از 1000 بیت. شما از 1000 بیت از شاهنامه از داستان های گوناگون البته حفظ نموده. الان برای بینندگان عزیز، برای اهل محفل از کدام داستان قرائت میکنید؟ پارچه ها از آغاز شاهنامه ابوالقاسم فردوسی. باشد. سخنگوی دهقان چه گوید نخست، که تاج بزرگی بگیتی کی جست. کی بود آنکه دهیم بر سر نهاد، ندارد کس از روزگاران بیاد. مگر کس پدر یاد دارد پسر،
بگوید تو را یک به یک از پدر، که نامی بزرگی کی آورد پیش، کی را بود از آن برتران پایه بیش. پژوهنده نامه باستان، که از پهلوانان زند داستان، چنین گفت کاین تخت و کلاه، کیومرث آورد و او بود شاه. چو آمد به برج حمل آفتاب، جهان گشت با فر و آیین و آب. بتابید زانسان ز برج بره، که گیتی جوان گشت از او یکسره. کیومرث شد بر جهان کدخدای، نخستین به که اندرون ساخت جای. سری تخت و بختش برآمد ز کوه، پلنگینه پوشید خود با گروه. از او اندر آمد همه پرورش، که پوشیدنی نو بود و نو خریش. به گیتی در آن سال 30 شاه بود، به خوبی چو خورشید برگاه بود. همه تافت از تخت شاهنشهی، چو ماهی 2 هفته ز سروی سهی. دد و دام هر جانور کش بدید، ز گیتی به نزدیک او آرمید. 2 تا می شدندی بری تخت اوی، از آن بر شده فره بخت اوی. به رسم نماز آمدندیش پیش، از آن جایگه برگرفتند کش. پسر بود مرو را یک خوب روی، هنرمند و همچون پدر نامجوی. سیامک بودش نام و فرخنده بود، کیومرث را دل بدو زنده بود. ز گیتی به دیدار او شاد بود، که بس بارور شاخ بنیاد بود. و جانش بر از مهر بریان شدی، ز بیم جداییش گریان شدی. برآمد بر این کار یک روزگار، فروزنده شد دولت شهریار. یک بچه بودش چو گرگی سترگ، دلاور شده با سپاه بزرگ. ادامه داستان ضحاک. برآمد بر این روزگاری دراز، که شد اژدهافش به تنگی فراز. خجسته فریدون ز مادر بزاد، جهان را یکی دیگر آمد نهاد. ببالید بر سان سرو سهی، همی تافت زو فر شاهنشهی. جهانجوی با نام جمشید بود، به کردار تابنده خورشید بود. جهان را چو باران به بایستگی، روان را چو دانش به شایستگی. به سر بر همه گشت گردان سپه، شده رام با آفریدون و مهر. همان گاوکش نام بر مایه بود، زی گاوان ورا برترین پایه بود. زی مادر جدا شد چو طاووسی نر، به هر موی بر تازه رنگی دیگر. شده بر سرش انجمن بخردان، ستاره شناسان و هم موبدان. که کس در جهان گاو چون آن ندید، نه از پیرسر کاردانان شنید. باعث ستایش است که کسی نفر فرد در دست شاهنامه و یا کتاب میگیرد و روح خرد را تایید میکند، اندیشه خود را تکمیل میدهد، پژوهش میکند، تحقیق میکند، تاریخ نیاگان خود را میآموزد. بنده قدرت محمد جان، خواننده صنف نهم لیسه رقم 1، اشتراکچی آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است. پارچه از داستان زاده شدن اردشیر بابکان. مرحمت. چو 9 ماه بگذشت از آن ماه چهر، یکی کودک آمد چو تابنده مهر. هماننده شهریار اردشیر، فزاینده و فرخ و دلپذیر. همان اردشیرش پدر نام کرد، به دیدار او رامش و کام کرد. همه پروریدش به بربر نیاز، برآمد بر این روزگاری دراز. مرو را کنون مردمی تیزویر، همی خواندش بابکان اردشیر. چنان شد به فرهنگ و بالا و چهره، که گویی همه برفروزد سپهر. بیاموختندش هنر هرچی بود، هنر نیز بر گوهرش برفزود. پس آگاهی آمد سوی اردوان، ز فرهنگ و از دانشی آن جوان. که شعری ژیان است هنگام رزم، بناهید ماند همه روزی بزم.
که ای مردی با دانش و پاک رای، سخنگو و داننده و رهنمای. شنیدم که فرزند تو اردشیر، سوار است گوینده و یادگیر. چون نامه بخوانی همان در زمان، فرستش به نزدیک من شادمان. زیبایسته ها به نیازش کنم، میان یلان سرفرازش کنم. چو باشد به نزدیک فرزند ما، نگوییم که نیست پیوند ما. درباره همین داستان شما چی فهمیدید؟ به طور فشرده برای بینندگان، برای همسالان خود نقل میکردید. پس از آنه که مکتوب از دست اردوان به نزد اردشیر می آید، اردشیر به نزد اردوان می رود و روز آنها به شکار می روند. در شکار اردشیر با یک اسلوب ماهرانه تیر را به سوی آهوی می اندازد که آهو گوش خود را می خارید که تیر به پای او زده از گوش او می براید و همه تحسین می خوانند. ولی اردوان ندید که تیر را کی پراند و چون نزدیک می آید و می پرسد کی این را زد؟ پسر اردوان می گوید من زدم. اردشیر می گوید نه، دروغ می گوید، این کاری من است. و بعدا بین اینها بحث می آید و اردوان اردشیر را به سیزخانه خود همچون غلام کار می فرماید و اردشیر عاقبت خلاص شده به وطن خود برمیگردد. تشکر. محمد جان، در آینده چی نقشه دارید شما؟ در آینده نقشه دارم تیاری خود را بیشتر نموده در آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است موفق گردم. من پیروا پروینه هستم، خواننده صنف 11 گیمنازیوم رقمی 2 شهر بستان. به اینجا آمدید، چی مقدار بیت‌ها از شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی از بر کردید؟ من از اشعار ابوالقاسم فردوسی پندهایش را از یاد نمودم و پندهای زیادی آن را میدانم که خیلی برای تربیت نسل نورس مفید می باشد. باشد مرامت پیشنهاد بکنید. نگاه کن بدین لشکری نامدار، جوانانی شایسته کارزار، زی بهر برو بوم و فرزندی خیش، زن و کودک خرد و پیوندی خیش. همه سر به سر تن به کشتن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم. پراکنده لشکر نآید به کار، 200 مرد جنگی به از 100,000. خود را معرفی میکردید و بگویید که از شاهنامه بی‌زوال حکیم ابوالقاسم فردوسی چی مقدار از خود کردید؟ زینیه و مهرانگیز هستم، خواننده صنف 10 گیمنازیوم رقم 2 شهر بستان، اشتراکچی دور جمهوری آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است. من از شاهنامه ابوالقاسم فردوسی بیشتر پندها از خود نمودم و میخواهم یکی از آنها را قرائت نموده باشم. باشد مرامت. خیرت تیره و مردی روشن روان، نباشد همه شادمان یک زمان. چی گفت آن هنرمند مردی خیرت، که دانا زی گفتاری او برخورد. کسی که خیرت را ندارد زی پیش، دلش گردد از کرده خیش ریش. هوشیوار بیگانه خواند ورا، همان خیش دیوانه خواند ورا. بینندگان عزیز، ادامه دارد محفل شاهنامه خوانی در پایه همین کتابی که در مرکز شهر بستان گذاشته شده است با اشتراک جوانان فعال، نورسان، کودکان و آنی که به شبهه اشتراکیان آزمون‌های جمهوری خاصه آزمون فروغ صبحی دانایی کتاب است میباشند. میشنویم نفری را که بیشتر مصرع‌های شاهنامه را از بر کرده است. معلومات بدهید. من نرجیه و نوشافرین، خواننده صنف 8 گیمنازیوم رقم 2 به نام کمال خوجندی شهر بستان میباشم. بیش از 800 بیت از شاهنامه ابوالقاسم فردوسی از خود کردم. مرامت. چو با خستگی چشمها برگشاد، بدیدان بدندش روی شغاد. بدانیست کان چاره و راهی اوست، شغادی فریبنده بدخواهی اوست. بعدو گفت که ای مردی بدبختی شوم، زیکاری تو ویران شد آباد بوم. پشیمانی آید تو را زین سخن، بپیچی از این بد نگردی کهن. تو چندین چیازی به خون ریختن، به هر سه به تاراج و آویختن. گه آمد که بر تو سرایت زمان، شوی کشته بردامی آهرمنان. من عمر و نازنین، خواننده صنف 8 گیمنازیوم رقم 2 به نام کمال خوجندی شهر بستان می باشم. این چنین یکی از غالبان آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است.
از روی نومیناسیای خواندن و از بر نمودن آثار ادیبان کلاسیکی در سال 2022 می باشم. عین حال می خواهم یکی از داستان‌های بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی را، گریه فردوسی به مرگ پسرش را بهرتان پیشکش نموده باشم. مرحمت باشد. مرا سال بگذشت بر 65. نه نیکو بود گر بیازم به گنج، مگر بهره گیرم از پند خویش، بر اندیشه ام از مرگ فرزند خویش. مرا بود نوبت برفت آن جوان، ز دردش منم چون تنی بیروان. شتابم همه تا مگر یابمش، چو یابم به بیگاره بشتابمش. که نوبت مرا بود بیکامی من، چرا رفتی و بردی آرامی من. ز بدها تو بودی مرا دستگیر، چرا راه جستی ز همراه پیر. مگر همراهانی جوان یافتی، که تیز از پیش من بشتافتی. جوان را چو شد سال بر 37، نه بر آرزو یافت گیتی برفت. همه بود همواره با من درشت، برآشفت و یک باره بنمود پشت. برفت و غم و رنجش ای در بماند، دل و دیده من به خون برفشاند. کنون او سوی روشنایی رسید، پدر را همه جای خواهد گزید. برآمد چنین روزگاری دراز، کز آن همراهان کس نگشتند باز. همان نامه را چشم دارد همه، ز دیر آمدن خشم دارد همه. همه خواهم از داوری کردگار، ز روزیده پاک پروردگار. که اکثر ببخشد گناهی تو را، درخشان کند تیرگاهی تو را. بسیار خوب است. واقعا استاد ساتیم اولوغزاده در رمن فردوسی خود همین منظره را به طور نازکانه انعکاس کردن، با یک هیجان واقعی نشان دادن. وقتی میخونیم هوشنگ پسر 37 ساله شاعر بر محل از این جهان رحلت میکند و واقعا در حیات یک پسر قیصر بود، شوخ و سرمست بود و باعث آزرده خاطری شاعر گردیده بود. من فکر میکنم که بینندگان در برابر از خود کردن کتاب شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی حتما بر رمن فردوسی ساتیم اولوغزاده روی خواهند آورد و مطالعه خواهند کرد. خلاصه شما درباره برگزاری چنین آزمون‌ها، خاصتا این آزمونی که در زیر یعنی کتاب رمزی در شهر بوستان گذاشته شده است، میخواهم اندیشه شما را بفهمم. چون در سراسر تاجیکستان محبوب ما جشن نوروز بین المللی برگزار گردیده ایستاده است و این محفل شاهنامه خوانی که بسیار رمزی بود توأماً به جشن نوروز و نوروز ما که محض با دستگیری اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان نوروز بین المللی گشت و خواهان آن را داریم که شاهنامه خوانی ما نیز بین المللی گردد و با همه اشتراکدارانی که در اینجا از اشعار بی‌زوال حکیم فردوسی بزرگ شاهنامه خوانی کردند سزد که در آزمون‌های سطحی جمهوریوی مقام اولین را گیرند. امید از آن دارم که این آخرین محفل ما نیست و چنین محفل ها در سطح جمهوری نیز دایر و برگزار کرده می شوند و من بعد نیز چنین اقدام های عالی و شایسته تحسین پیشوای معظم ملت از جانب مردم سزاوار قبول گردیده در پرتو سیاست خردمندانه جناب عالی کوشش ما بیشتر به اون خرج می گردد که باز هم از این دیده بیشتر و بهتر محفل های سودمند را دایر نموده باشیم. هر آن کس که شاهنامه خوانی کند اگر زن بود پهلوانی کند. با بیان این مصرع ها اینجا بینندگان عزیز به انجام محفل شاهنامه خوانی
در شهر بوستان ولایت سوغد رسیده ایم. فکر میکنم که روز تا روز صف دوستداران این کلام ناب و خوانندگان اثر بی‌بهای حکیم ابوالقاسم فردوسی شاهنامه بیشتر میگردد. خیرات یار یاور، تاجیکستان عزیز همیشه پایدار و نوروز خجسته پای مبارک باشد.